سلام به چنل پارادوکس خوش اومدید. لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. ویدیومون در مورد یهودی‌ها، دین یهودی چجوریه یا کلاً یهودی‌ها چطور آدم‌هایین. پس با ما همراه باشید. تو کامنت ها نظراتتون رو بگید که از یهودی‌ها خوشتون میاد یا نه. دمتون گرم. مرسی. یهود یکی از ادیان الهی است که از زمانهای قدیم تا به امروز طرفداران مخصوص به خود را داشته است. دین یهودیت برخلاف دین اسلام و مسیحیت رابطه بسیار زیادی با نژاد و ملیت افراد دارد. در دین یهودیت گرویدن مورد استقبال نیست و آن را به عنوان امری ناشایسته در نظر می‌گیرند و معمولاً تنها در مواقعی که فردی از دین یهود قصد ازدواج با فردی غیر از این دین را داشته باشد این امر پذیرفته می‌شود. تاریخچه مختصر از دین یهود. با توجه به کتاب مقدس می توان بیان کرد که قوم یهود از بازماندگان ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستند. ابراهیم در شهر اوور در عراق امروزی به دنیا آمده بود و به سمت سرزمین کنعان که همون اسرائیل امروزی است مهاجرت کردند. تحقیقات بر روی ژنتیک قوم یهودیت نشان داده است که اکثر افراد دین یهود دارای ژنتیک یکسانی در منطقه خاورمیانه هستند. مطالعات ژنتیک نشان می‌دهد که قوم یهود دارای مارکرهای ژنتیکی مشابهی مربوط به 4000 سال پیش هستند. فلسفه یهودی از تبیین بنی اسرائیل از سرچشمه جهان هستی و صفات ذاتی و فاعلی خدا به گونه‌های فلسفی نشاط می‌گیرد. با توجه به همین موضوع کتاب مقدس عبری که آن را با نام تنخ می‌شناسند، منبعی بنیادی است که فلسفه یهودی برگرفته شده از آن است و به کار خود ادامه می‌دهد. خاخام‌ها در دوره تنایم در دوره زمانی نزدیک قرن اول قبل از میلاد تا قرن دوم بعد از میلاد و خاخام‌های دوره آمورایی بین قرن دوم و ششم میلادی چنین بینشی را نسبت به خدا و ارتباط آن با کیهان به روشی مشابه ادامه دادند. این اندیشه‌ها شامل مباحثی مانند وحدت، علم مطلق، قدرت مطلق، خیرخواهی خدا، اسرائیل و رسالتی که در قبال امتحان دارد، مفهوم ماشی و نجات، هدف و قلمرو شریعت و هلاخا میباشند. در دوران جنگ جهانی دوم جمعیت یهودیان به حدود 16.7 میلیون نفر رسیده بود که بیشترین جمعیت آنها بود. ولیکن بعد از واقعه هولوکاست درصد زیادی از یهودیان از بین رفتند و جمعیت یهودی دوباره کاهش یافت. در سال 2012 تخمین زده می شود که جمعیت یهودی دنیا 13.75 میلیون نفر است که کمتر از 0.2% جمعیت دنیا می باشد. 43% تمامی یهودیان دنیا در اسرائیل هستند و 39% در ایالات متحده زندگی می کنند. بقیه یهودیان بیشتر در اروپا و کانادا ساکن می باشند. تفاوت یهود با بنی اسرائیل چیست؟ با دقت در کتاب مقدس می توان دید که یعقوب با نام دیگر اسرائیل نیز شناخته می شود. با توجه به همین موضوع به فرزندان او بنی اسرائیل گفته می شد. با توجه به اینکه بعد از گم شدن 10 قبیله شمالی بنی اسرائیل، تنها بازماندگان قوم بنی اسرائیل از قوم یهودا هستند. امروزه واژه یهود و بنی اسرائیل و عبری عبرانی معنی یکسانی دارند. پس بنی اسرائیل و عبرانی شامل تمامی فرزندان یعقوب و یهودی به معنی بازماندگان پادشاهی یهودا است. ورود به دین یهود. دین یهود برخلاف آن چیزی که در دین اسلام و مسیحیت دیده می شود، رابطه بسیاری با نژاد و ملیت دارد. از این رو جداسازی نژاد، ملیت، فرهنگ و دین یهودی از هم بسیار مشکل است. در دید سکولار یهودی در اصل کسی که دارای نژاد یهودیت باشد به عنوان یک یهودی شناخته می شود، چه فردی مذهبی و چه بی توجه به دین باشد و یا به طور رسمی به دین یهود روی آورده باشد، از اهمیت کمتری برخوردار است. احکام و اصول دین یهود. 10 فرمان نیز شامل 10 مورد زیر است که به شکل تیتروار به آن اشاره شده است. اعتقاد به خداوند یگانه، جز او کسی یا چیزی را نپرستید، تصویر یا مجسمه ای را به عنوان خدا نسازید، به آن ارادت نورزید و آن را تعظیم نکنید، از نام خدا بیهوده استفاده نکنید، در روز هفتم استراحت کنید، لزوم رعایت احترام به والدین همانند دین اسلام، قتل نکنید، زنا نکنید، دزدی نکنید، توجه به دروغ و آثار مخرب آن، چشم به مال کسی نداشته باشید. مرسی که تا اینجا همراهمون بودید. لطفاً چنل را سابسکرایب کنید و نظرتون رو در مورد یهودیا بگید.